چطوری که ما و شما میدونید اکنون ما و شما در آمدی خب جشن نوروز یا که بهار قرار داریم. البته آمدن بهار باز هم زنده شدن طبیعت هست، یعنی با قول میگن، یعنی ما در اینجا محاکمه نمیکنم که نوروز چی ایده است و کی قبول داره و کی قبول نداره، به خاطر که من خب حکم کننده کسی و چیزی نیست و حق هم ندارم. درست است نوروز یک جشن فرهنگی از قدیم الایام تا امروز برای ما آمده است، یک جشن تاریخی است و هر قوم و ملت این چیزها را برای خود دارن. این کار هم کرده نمیشه و نمیتونیم کلان ما رد بکنم، چون من حق ندارم و او رد کرده ما برای خودم یا که قبولش میکنم یا که رد میکنم، او وابسته به ایمان، به وجدان، به فهمیش فرهنگی من است. من چی چیزی را قبول میکنم چی رد میکنم و برای کسی هم توصیه نمیکنم که نه شما کلان قبول نکنید نه شما قبول کنید، این من حق ندارم. و مراد از این گفته های من در عموم چیزی دیگر است که گروه میگن که نوروز زنده شدن دوباره از طبیعت است. من میگم که نوروز زنده شدن باز هم مهاجرت است. مثال بیارم، در ماه زمستان، سرشوی زمستان، پرنده های مسافر از روسیه به تاجیکستان برمیگردند و در سرشوی بهار نوروز بعد از او پرنده های خانگی به مسافرت میروند. این چیز هست؟ ولی واقعا منطقا اگر ما نگاه بکنیم همه چیز هست. استراتژی دولتداری رحمانوف هم همین را طلب میکنه. تاجیکستان هم مثل یک هتل، یک گستینسه، یک مهمانخانه ساختگی است. مردم آمد و رفت دارن. فصل زمستان میبیو کسایی که امکانیت دارن و قدرتشون میرسه 3 ماه 2 ماه 4 ماه در تاجیکستان زندگی میکنن و بعد از اون که کمی گرم شد مثل همو پرنده هایی که مفصم عوض میکنن در فصل زمستان به منطقه گرم میروند، در فصل گرما به منطقه دیگر میروند چون آب و تاب میگیرند و در زمستان یعنی طاقت او را ندارند. مثل همو هستیم ما. به خاطر آن مبلغی که ما در مهاجرت کار میکنیم میبریم برای چند ماه است، چند ماه ذخیره میکنیم، چند ماه خب استحصال میکنیم یا که استعمال میکنیم، به همون خلاص شد و رفت. باز هم باید در آمد روزینه و گرمی باز هم ما باید همون کار انجام بدیم. این چیز 3-10 ساله شد. سالهای زمان شوروی که چیزی خب جز یک کشور همه بود، دیگر رفت آمد سبک بود و تا این مشکلات ها نبود. اما امروز مشکلات ها دو چند و سه چند زیاد شده است. اول البته که وقتی که کسی داخل صدای مردم میشه در اونجا نوشته شده است در کارتینکا، همه شما دیدین وعده های رحمانوف، دروغ های رحمانوف، چرا رحمانوف دروغ میگه، این دیدین. و قبل از او من میخوام اینجا یک نواری را که خود رحمانوف در رفتی تبریکات نوروزی برای مردم میکنه و چی حرفی را میگه در همینجا و من مطمئن هستم با باوری کامل گفتم میتونم که در سطح رهبری کشور دروغ میگه. یعنی یک نفر رهبر است دروغ میگه، کسی که مسئولیت بر دوش داره، کسی که مسئول کشور است، یعنی آشکارا دروغ میگه. مرحمت نوارا بگذاریم. و با دستگیری صاحبکاران باننگ ناموسیما تنها در 7 سال آخر در کشور بیش از 1 میلیون جای کاری تأسیس داده شده. باور دارین دوستان، یعنی قبول دارین که تاجیکستان گویا در 7 سال آخر 1 میلیون جای کاری، 1 میلیون جای کاری. تنها در سال 2020 24 صاحبکار خرد و میانه چیکار کردن؟ کارخانه‌های خود را بسته کردن. به خاطر چی؟ دهها و صدها مشکلات هایی بود که با صاحبکار روبرو می شود. گرانی انداز، فشار مقامات، خواب، تغپولی، این پولی و اون پولی، دهها مشکلات های در وسط تاجیکستان است. سیاست انداز تاجیکستان یک سیاست پست، یک برنامه پست داره. این را همه میدونه، هیچ کس انکار کردش نمیتونه. و هر نفری که همین روز بلند میشه میگه که نه سیاست تاجیکستان درست است، انداز تاجیکستان درست است، اخی دروغ میگین. شرم چیزی خوب است اگر داشته باشین.
شرم چیزی خوب است اگر داشته باشیم. اما این نفر در روز روشن گویا 1 میلیون جای کاری نشان تین برای مردم. چرا دروغ میگین؟ کی شما رو مجبور کرده است و چی را میخواین برای مردم نشان بده؟ باز هم امید دادن به مردم، باز هم یک امید که واه رحمانوف 1 میلیون جای کاری گویا برای مردم آماده کرده است، جلب سرمایه گذاران. برای ما بیارین یک سرمایه گذاری خارجی که در سال 2020 چند میلیون دلار سرمایه گذاری در تاجیکستان کرده است، بیارین نشان بدین برای مردم که یک صاحب کار چند میلیون سرمایه گذاری کرده خارجی. البته آیا دارین نمیخیل؟ یکم صاحب کاری خورده که خواب آمده است نفهمیده آمده است سرمایه گذاری کرد، از همون کارش هم پشیمون است. برای چی؟ برای سیاست شما برای همه معلوم است. ای مردم، امروز در تاجیکستان مردم حالا بحثش بالای یک پارچه زمین است که یک رئیس میبیا میگه یا که زمین مکتب فروخته شد، زمین بیمارخانه فروخته شد. آخه مگر ما این چیزا را نگذاشتیم سالها پیش؟ مگر دنیا همین مشکلات ها را دارد؟ تا حال سیاست رحمانوف از همین مشکلات بیرون نشده است که لااقل مردم مشکلات یک پارچه زمین نداشته باشد. شما از کدام جای کاری، کدام اقتصاد، کدام سیاست، از کدام سرمایه گذاری، از چی حرف میزنید؟ بلیاز خدا برای چی دروغ میگین؟ من حیران هستم که درصد این راهبرا دروغ میگن. از خدا بترسین، یک کم ترک شرم بگین از مردم خودتون. چی شما رو مجبور کرد از دروغ بگین که حالا خردترین مسئولیتی که دارین انجام دادن نمیتونین؟ دیروز مردمی واسه در کوچه بلند شد، نوارش است. چرا باید مردم خطاب به رهبر کشور کنه زمانی که رئیس است، زمانی که مسئول یک حکومت است، مسئول یک وزارت است، مسئول یک کارخانه است؟ برای چی باید هر یک مردم خطاب به رئیس جمهور کنه؟ من از جناب عالی خواهش میگم قضیه ما را ببینه. اگر جناب عالیتون داوری کل باشد، پس کمیته امنیت، دادگاه عالی، نمیدونم شهر و ناحیه، رئیس ولایت، رئیس مقامات، رئیس جماعت، چی لازم در همین تاجیکستان؟ چی لازم یک گروه شکم کلان ها مسئول باشن؟ چی لازم؟ ما برمیگردیم که مردم چه خطاب میکنن. دوامی سخنهای نفر میبینیم. شماره شهروندانی که به مهاجرت مهنتی میروند 60% کاهش یافت. بیکاری به مشکل رقمی که تاجیکستان تبدیل یافته است. امروز نه تنها مردان بلکه حتی زنهای تاجیک نیز از ناچاری رو به مردیکاری آوردند. این نوارها از مردیکار بازاری باختر که در یک گوشه ترمینال شهری مذکور جایگیر است برداشته شدند. در این بازار نه تنها مردان بلکه زنهای سن و سال گوناگون نیز ناوابسته به وضع باد و هوا از صبح صادق جمع آمده چشم به راه کارفرمایان میدوزند تا رزق و روزی اهل خانواده اشان را با کارهای موقتی پیدا نمایند. بس است برای کور. یک نقطه بس است اگر شعور است، وگرنه چراغ پیش کور است. اگر من صدها مثال بیارم، کسی که کور است نمیبینه بدبختانه. کسی کور است نمیبینه که این نفر 1 میلیون جای کاری یا خیم لااقل شهروندان داخل برای چی به جای کار تامین نشدن؟ پس برای چی دروغ میگین؟ برای چی؟ بیام کم دورتر بریم، از دروغ‌های بالاتر ما حرف زنیم. 4 برنامه‌ای که رحمانوف در زمانی رهبریش برای مردم گفته است. این همی سوال هر کسی که امروز از حکومت رحمانوف دفاع کننده استی، تا زمانی که همین 4 سوالی که یک سوالی که 4 وریانت داره، یعنی که رحمانوف در زمانی رهبریش چی وعده ها کرد، یعنی از کدام مشکلات ها باید کشور بیرون میرفت، 1 2 3 4 میگی داخل وارد بحث میشی. دیگر شما وقتی مردم ازای میکنین، تماس میگیرین، پوچ و بمعنی حرفای دنگ دیوانه میگین، این چیز دیگر نمیگذره. هر کسی که باز میگم تماس میگیری، از همین 4 برنامه‌ای که رحمانوف برای مردم وعده کرد آیا انجام داد، میگی با میگذری. دیگر حتی شما افتاش کردن دیگر معنی نداره، برای که چند برنامه شما وقتی مردم ازای میکنی. و کسی که آماده زنگ تلفنی آشکار هستی، میتونین در صفحه خب مسنجری بنده تماس بگیرید، پیوست میشید. اینا بگیرید. نقطه دیگر، برای چی میگم که از نوروز دیده مهمتر قضیه هایی است که باید جامعه یا که حکومت تاجیکستان او را ببینه، صد نظر بگیره. اولین کاری که میکنن، مثلا دیروز یک چند عکس برآمد
در درخت کرته پشوندن، نمیدونم چی کاری کردن. اطلس میگیم یک متای خیلی مهم است، آوردین زیر خاکش کردین. رسم و رسوم فرهنگ میگیم، فرهنگاتون آورین در درختاتون بستین. همین از فرهنگ، همین از اداره کنی فرهنگ، همین از منظور از داشتنی فرهنگ شما. مرحمت می عکس بگذارین. یعنی چی معنی داره می کارتون؟ یا بر برای مردم شهر نمیتین شما. نیوک گویا کاری را انجام داده باشن یاد. مرحمت. چقدر مبلغ در اینجا صرف می شود؟ مگر نمیشه همین لباس ها همین متا را بگیرین برین یک دکم بغل بتین، یک کسی که به خانه از بیدر از یک خانه درستش برای جور بکنه، از همین متا دو کورپای درست بگیرید تا که بپوشه خواب کنه. یا که همون زنی که برنامه قبلی من در منطقه کلا براتون نشون دادم در دستشویی خواب است، در توالت خواب است، نمیشه همین را برای همون مصرف میکردین. چند درخت شما قدر مبلغ صرف کردید؟ یعنی بحث ما سری مصرف های بی‌معنی از سری نوروز نیست. بگذار هر منطقه، هر شهر، هر دهه، هر خانه با فهمش، با فرهنگ خودش کاری بکنه. برای نوروزش میکنه، برای سال نوش میکنه، برای جشن خواب دینیش میکنه، جشن دنیایش میکنه، بکنه کاری. اما مصرف های پوچ و بی‌معنی در سطح رهبری کشور، در سطح شهرها، کمیته ها، ناحیه ها، محل ها میروه که از کجا صرف میشوه؟ اگر از حساب بودجه مردم، مگر برای مردم شما چی دادن که از جیب اونها میگیرین؟ اگر از حساب بودجه کشور، مگر بودجه کشور برای چی و شما را کی اجازه داد که در یک کارهای پوچ و بی‌معنی صرف کرده شود؟ من ضد فرهنگ اون ملت و او کشور نیستم. من ضد یعنی یا که ما در عموم حرکت 24 مقصد از ما این مصرف های پوچ و بی‌معنی را برکنار کردن است. ای مردم، شما ما را درست بفهمین که هدف ما اون نیست که ما این کار بکنیم تمام جشن و مرکه و توی سوری شما را. نه، بگذار هر کسی که با هر اصولی که میخواد بکنه. اما مقصد از این از بودجه کشور برای چی در یک چیزی پوچ و بی‌معنی یا که در مرکز دوشنبه بلندترین سومنک در عرصه جهانی نشان داده که ما فرهنگ رو با این بحث می آخه پاتون چنی کورپاتون دراز کنین. ای به این صفا و مردم در مقابل فقر مبارزه برده است، مردم در مقابل مرگ مبارزه برده است. من اینجا نوارای دارم، مکتبای را نشان میدم که مردم در زمستان پایلوچ مکتب میروه، مردم در مقابل اون مبارزه برده است. شما در مقابل سوملک بلند، در مقابل بیرق بلند و بارها گفتیم، اما باز هم برای مردم اینا ما ذکر بکنیم که ای مردم، ما چی میخوایم به این ملت، ما به این مردم چی میخوایم؟ مقصدی ما چیزی دیگر از ما را درست فهمین، نه درست نفهمین که هر وقتی که ما را میبینن چهره ما جنگ شهروندی. ای مردم 30 سال جنگ شهروندی طی شد. در طول 30 سال رحمانوف هیچ یک وعده برای مردم انجام نداد. خب بگیریم.